سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. باز هم با یک درس جدید در خدمت شما قرار دارم و عنوان درس امروز ما هست شکل دستوری فعل در زبان آلمانی. دوستای عزیز، قبل از اینکه ما موضوع امروز برای شما تشریح کنم، من میخوایم یک بحث مهم یا یک موضوع مهم در قسمت فعل با شما شریک کنم. فعل یک بحث کلیدی و اساسی نه تنها در زبان آلمانی بلکه در همه زبانهای زنده جهان هست. بدون دانستن فعل و بدون یاد گرفتن افعال ما نمیتونیم هیچ زبان را بیاموزیم یا یاد بگیریم. همانطوری که در هر زبان فعل یک بحث کلیدی و اساسی هست، در زبان آلمانی نیز فعل یکی از بحث‌های مهم و اساسی و کلیدی هست که در واقع بدون فعل ما نمیتونیم دانستن فعل ما نمیتونیم که زبان آلمانی را به شکل درست بخوانیم یا بنویسیم و یا نوشته کنیم. دوستای عزیز، این موضوع اهمیت فعل بود که من برای شما بیان کردم. حالا میریم روی درس امروز ما. درس امروز ما عنوانش هست شکل دستوری فعل در زبان آلمانی. این چی معنا؟ یعنی فعل در زبان آلمانی به چند شکل قرار میگیره. یعنی فعل در زبان آلمانی به چند شکل در جمله میآید. دوستای عزیز، این شکل دستوری فعل در زبان آلمانی به 10 دسته تقسیم میشه که من امروز با شما هر کدام اونا را نام میگیرم و برای شما تشریح میتم و بعد هر مبحث جدا بعد از این برای شما در یک ویدیوی جداگانه تشریح میتم. مثلا بحث اول در یک ویدیو همراه شما تشریح میتم، بحث دوم همینطور در ویدیوی دیگه، و اگر دوستا علاقه‌مند بود میتونه که تعقیب کنن. اولین شکل دستوری فعل در زبان آلمانی به نام ریگلمسیگ وربن یاد میشه یا افعال با قاعده هست. یعنی یک دسته از فعل ها در زبان آلمانی به نام فعل های با قاعده یا افعال با قاعده یاد میشه که آلمانیش میشه ریگلمسیگ وربن. اینا کدام فعل ها هستند؟ اینا همان فعل های هستند که هنگام صرف میشه در جمله ریشهشان تغییر نمیکنه. به نام افعال منظم نیز در جمله یاد میشه. مثلا اشپیلن. مثلا اگر ما برای ضمیر من یا تو یا او یا آنها بخوایم صرف کنیم، خودی اشپیل که ریشه فعل هست تغییر نمیکنه، فقط ایندونگ میگیره. پس فعل هایی که ریشهشان وقتی ما گردان میکنیم در زبان آلمانی تغییر نمیکنه به نام فعل های ریگلمسیگ وربن یا افعال با قاعده یاد میکنه. مثالش ایش اشپیله، دو اشپیلست، اشپیلت. اشپیلن بازی کردن میشه و شما دیدین که در ضمیر ایش، دو و ایه ما گردان کردیم، ریشه اشپیل ثابت مان، فقط ایندون گرفت. پس دوستای عزیز، بحث اول ما یعنی شکل اولی از فعل در زبان آلمانی افعالی با قاعده هست و دوستای عزیز این یادتان باشه که افعال با قاعده در زبان آلمانی بسیار زیاد هست، خوشبختانه. میریم بحث دوم با هم دیگه مرور کنیم. شکل دوم فعل به نام افعال بی قاعده یا در آلمانی به نام unregelmäßig verben یاد میشه. حالا افعال به قاعده یا افعال unregelmäßig verben کدام افعال هست؟ دوستای عزیز، این افعال
عبارت از همان فعل های هست که وقتی ما صرف میکنیم در زبان آلمانی ریشه فعل تغییر میکنه. یعنی وقتی ما فعل گردان میکنیم به اساس ضمیر ریشه فعل تغییر میکنه. مثال فارن. فارن در زبان آلمانی به معنی رفتن میشه. یعنی وقتی که تو با یک وسیله نقلیه بری ما از فعل فارن استفاده میکنیم. حالا میریم گردانش میبینیم. ایش فاره دو فرست ایا فرست. در اینجا شما متوجه شدین که ریشه فعل فار هست، اما وقتی ما به ضمیر ایش گردان کردیم تنها فاره شد، اما وقتی که به ضمیر دو گردان کردیم املاوت گرفت و تبدیل به فرست شد. یا وقتی که ما در ضمیر سوم شخص مفرد تبدیل کردیم یا گردان کردیم باز هم به شکل املاوت قرار گرفت و فرد شد. پس دوستای عزیز ما از این چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که شکل اول فعل های با قاعده بود که خوشبختانه در زبان آلمانی زیاد هست. شکل دوم افعال بی قاعده هست یا اون regelmäßig verben که اینا وقتی ما گردان میکنیم همیشه به ضمیر تو و سوم شخص مفرد شکلش تغییر میکنه یا ریشه فعل به حالت اصلی خود باقی نمیمانه. که قانونای مشخص خاص خود داره. ما برای شما قبلا هم گفتم در ویدیوهای دیگه ما دانه دانه هر کدام اینا را برای شما تشریح میدم. میریم حالتی سوم برای شما بیان میکنم. افعال سوم عبارت از فعل‌های گمیشته وربن یا افعال ترکیبی و یا افعال نیمه به قاعده هست. اینا کدام فعل‌ها هستند؟ اینا همان فعل‌هایی هست که هم ریشهشان تغییر میکنه و هم اندونگشان مثل افعال با قاعده هست. مثال فعل برینگن. برینگن در زبان آلمانی به معنی آوردن هست. ما گفتیم که در دسته اولی از فعل ها یا فعل های با قاعده ریشه فعل باقی میمان، اندونگش تغییر میکرد که به اساس قانونی افعال با قاعده یا ای میگیره یا این و یا استه میگیره. در افعال بی قاعده ریشه فعل تغییر میکرد و در حالت سوم هم ریشه فعل تغییر میکنه هم اندونگ یا پایانه فعل مثل افعال با قاعده هست. مثال ich brachte ich brachte ich habe gebracht ich habe gebracht. ich brachte یعنی در زمان گذشته هست. میگه من آورده بودم. اینجا که شما متوجه شوین برینگن شکلش تغییر کرده، ای تبدیل به آ شده و اندونگ شبیه فعل‌های با قاعده تنها ای گرفته برای ضمیر ایش. اما در حالت دوم که حالت پرفکت هست، زمان پرفکت هست، باز هم ایش habe gebracht. در اینجا میبینین که شکل فعل تغییر کرده. پس دوستای عزیز شکل سوم همان فعل های هست که هم ریشهشان تغییر میکنه و هم اندونگشان تغییر میکنه مثل فعل های با قاعده میآید. میریم حالت چهارم با هم دیگه بررسی میکنیم تا ببینیم چی هست. حالت چهارم مودل وربن یا افعال وجهی یا مدلی هست. افعال مودل وربن عبارت از همان فعل های است که حالت و نیت فعل دیگری را یا فعل اصلی را نشان می دهد
مثل توانستن، خواستن، اجازه داشتن. مثال: کونن یعنی توانستن، ولن یعنی خواستن، دورفن یعنی اجازه داشتن، موسن یعنی باید یا اجبار، زولن یعنی بایستن یا باید که اجبار نباشد، موگن یعنی دوست داشتن. دوستای عزیز، حالت چهارم افعال وجهی یا مدل وربن همان فعل‌های هست که در جمله می آید و در واقع حالت و یا نیت فعل اصلی را یا فعل دیگری را در جمله نشان می دهد. و یادتان باشه که فعل‌های مدل وربن یا افعال وجهی در زبان آلمانی 6 دانه هستند. پس دوستای عزیز، ما حالت چهارم ما فعل‌های وجهی یا مدلی بودن که اینا همزمان با فعل اصلی یا فعل دیگری در جمله می آید تا جمله ما معنیش کاملتر و خوبتر شود. و یادتان باشه که این فعل ها یک بحث بسیار کلان و مهمه که ما باز در ویدیوی دیگری مدل وربن برای شما تشریح میدم. میریم حالت پنجم با هم دیگه بررسی میکنیم که چی هست. حالت پنجم افعال ترنبار یا افعال جدا شدنی هست که در آلمانی برایش میگه ترنبار وربن. افعال جدا شدنی یا افعال ترنبار یک بحثی خیلی مهم هست. یعنی در آلمانی بعضی از فعل‌های هست که پرفکس یا پیشوند داره، در واقع از دو قسمت تشکیل شده. یک فعل اصلی هست و یک پرفکس یا پیشوند داره و زمانی که ما در جمله اینا را صرف میکنیم در واقع پرفکس یا پیشوند از فعل جدا میشه و به اساس قانون فعل‌های ترنبار در آخر جمله قرار میگیره. مثال: فعل aufstehen در زبان آلمانی به معنی بلند شدن هست. aufstehen یعنی بلند شدن از خواب یا بلند شدن. اگر ما بگیم ما بلند میشم میگیم ich stehe auf. یا مثلا میگه که من صبح ساعت 7 بلند میشم میگه ich stehe 7 Uhr auf. پس دوستای عزیز چی شد؟ فعل‌های ترنبار یا فعل‌های جدا شدنی همان فعل‌هایی بودن که وقتی ما در جمله قرار میدیم در واقع صرف میشه. پیشوند یا پرفکس از او در آخر جمله قرار میگیره. ریشه یا خود فعل در پوزیسیون سوای یا موقعیت دوم قرار میگیره. میریم حالت ششم با هم دیگه بررسی میکنیم که چی هست. حالت ششم فعل‌های unternbar وربن یا افعال جدا ناشدنی هست که دوستای عزیز اینا همون فعل‌های هست که از پیشوندشان در جمله جدا نمیشه. مثلا ما فعل فرشتهن در نظر میگیریم. فرشتهن یعنی فهمیدن. وقتی ما فعل فرشتهن در زبان آلمانی صرف کنیم پرفکس یا پیشوند آن از فعل اشتهن جدا نمیشه. مثل فعل‌های ترنبار پیشوندش به آخر جمله قرار نمیگیره بلکه همراه خود فعل در موقعیت دوم قرار میگیره. مثلا ich verstehe dich من تو را میفهمم. ما نمیتوانیم بگوییم ich verstehe dich für. اصلا این جمله غیر منطقی است. پس دوستای عزیز در فعل‌هایی که به شکل جدا شدنی و جدا ناشدنی میآید ما دو بحث عمده داشتیم. یکی پرفکس هایی که جدا میشد در آخر جمله قرار میگرفت، یکم پرفکس هایی که جدا نمیشد که ما باز هم بعد ویدیوی جداگانه ایرم با هم دیگه میخونیم. حالا میریم حالت هفتم با هم دیگه بررسی میکنیم.
حالت هفتم فعل‌های رفلکسیو یا فعل‌های انعکاسی هست که در زبان دری ما براش فعل‌های بازتابی یا انعکاسی نیز گفته میتونیم. اینا کدام فعل‌ها هست؟ اینا دوستای عزیز فعل‌هایی هستند که یک پیشوند به خودش داره و فعل وقتی در جمله استفاده میشه ریشه فعل در موقعیت دوم قرار میگیره و رفلکسیو یا ضمیر بازتابی یا نیز به اساس ضمیر گردان میشه بعد از فعل اصلی قرار میگیره. مثلا فعلی زیخ فروین، زیش فروین یعنی خوشحال شدن. وقتی ما بخوایم ای را در جمله گردان کنیم میگیم ایش فرویم میش. ایش فرویم میش یعنی من خوشحال شدم. یا دو فرویست دیش. متوجه هستین دوستای عزیز؟ ما در فعل‌های اون ترین بار گفتیم پیشوند تغییر نمیکنه، در فعل‌های ترین بار گفتیم تغییر میکنه. تغییر نه یعنی به اساس قانون ترین بار در آخر جمله قرار میگیره. اما در رفلکسیو ها همیشه پیشوند به اساس ضمیری انعکاسی ما در موقعیت دوم بعد از فعل قرار میگیره. مثلا ما میگیم اش فرویمش یا مثلا مثل زشترینن. فعل های زیادی هستند که به شکل رفلکسیو در زبان آلمانی قرار میگیره. میریم مرحله 8 با هم دیگه بررسی میکنیم. حالت 8 هلفسوربن یا افعال کمکی هست. دوستای عزیز افعال هلفسوربن یا افعال کمکی عبارت از همان فعل های هست که کمک میکنه در ساختن زمان و یا برای از این که ما زمان در زبان آلمانی بسازیم از این فعل های استفاده میکنیم که اینجا هم نوشتیم برای ساختن زمان های مرکب و مجهول به کار میره. و این فعل های کمکی 3 دانه هست. یکی فعل زاین هست، یکی هبین هست و یکم وردن هست که از زاین بیشتر برای افعال حرکی استفاده میشه، از هبین برای فعل های غیر حرکی و وردن هم فعل هایی که در گذشته اتفاق میفته یا برای زمانی گذشته استفاده میشه. پس دوستای عزیز افعال کمکی یا هلفس وربا در زبان آلمانی 3 تا هست: زاین، هبین، وردن و اینا کمک میکنه که جمله خوبتر و بهتر ساخته شه. میریم حالت 9 با هم دیگه بررسی میکنیم. حالت 9 فولوربن یا افعال اصلی هست که افعال اصلی را در زبان آلمانی به نام فولوربن یاد میشه که اینا معنای مستقل داره و میتونه به تنهایی فعل در جمله باشه، مثل گهن یعنی رفتن، کومن یعنی آمدن یا شلفن یعنی خوابیدن. فولورب ها معمولا معنای مستقل داره، مثلا مثل فارن یعنی در جمله وقتی قرار میگیره در واقع معنای اینفینیتیو یا اصلی خود بیان میکنه و معمولا از این فعل ها زمانی استفاده میشه که ما از فعل های کمکی یا فعل های مودالی استفاده کنیم. و حالت 10 حالت اینفینیتیو، پارتیسیپ، امپراتیو یا کنیوکتیو هست که دوستای عزیز هر کدام از اینا یک بحث جدا هست. اینفینیتیو یعنی به شکل اصلی خود فعل بیایه، پارتیسیپ یعنی به شکل دوم خود بیایه یا سوم خود، و یا امپراتیو یعنی به شکل امری بیایه، کنیوکتیو یعنی به شکل محترمانه بیایه، مثلا ایشورد گرنه یا دو ایسورشون. اینا از جمله فعل های هست
که در زبان آلمانی میتونه بیایه. پس دوستای عزیز، ما از این درس از شکل دستوری فعل در زبان آلمانی چند نکته مهم یاد گرفتیم. یعنی 10 حالت فعل یاد گرفتیم که امکان داره در جمله بیایه. مثلا فعل میتونه به شکل انفینیتیو بیایه، میتونه به شکل امپراتیو بیایه، میتونه به شکل کانیوکتیو بیایه، میتونه فعل به شکل مدل بیایه، میتونه به شکل ترنبار بیایه، میتونه به شکل رفلکسیو بیایه یا هم میتونه به شکل اون ترنبار بیایه که ما دوستای عزیز باید دقت کنیم که در کدام جمله کدام اینها به کار میآید. این درس امروز ما بود. خوشحال شدم که تا این زمان با شما بودم. امیدوارم که ویدیوهای بعدی که در ادامه درس میآید هر کدام مبحث ها جداگانه تشریح میشه تعقیب کنین و اگر از ویدیو خوشتان آمد میتونین که لایک کنین، کامنت بذارین، مثال بنویسین و یا با دوستایتان شریک کنید. خوشحال شدم که تا این دم با شما بودم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.